با سلام و درود. من دکتر نوید خپلواک هستم و بحث ما در مورد کمبود ویتامین ها و منرال ها در بدن است. دقیق مثل که یک ماشین مکانیک برای حرکت و فعالیت به برق و تیل ضرورت داره، حجرات انسانی هم برای فعالیت روزمره با ویتامین و انرژی و منرال ضرورت داره. در صورت کمبود، خستگی مزمن، بیحالی، کسالت، کم انرژی بودن، unexplained weight loss یا باختن وزن بدون از اینکه کدام دلیل را بفهمه مریض، بعضها difficulty in weight gaining یا هرچی میکشه وزن نمیگیره، هم از اینا ریشه در کمبود منرال و ویتامینز داره. دردهای تیت عضلاتی، دردهای مفاصل، دردهای استخوانا، hair loss و hair fall، مویریزی و frequent infections due to low immunity یا بار عفونی شدن اعضای مختلف بدن و جهازهای مختلف بدن بنابر کمبود در یا ضعف در سیستم دفاعی. symptoms of neuropathy یا بی‌حسی و گزگز کردن پاها و burning feet syndrome، سوزش کف پا، ترمرز یا لرزه های عجیب و غریب در اعضای بدن، در دست، در پنجه، در زبان، در گردن، poor concentration و memory problems، تکالیف در حافظه، در یادگیری، در فوکس روی یک موضوع، dermatological manifestations یا عفونت های جلدی، لکه های جلدی که اکثرا با پومادهایی که استفاده میکنیم نتایج خوب یا جواب خوب نمیده. اینا ریشه در کمبود ویتامین و منرال داره. shortness of breath یا نفس تنگی، نفسک زدن، پریدن رنگ با کمترین فعالیت فیزیکی یا اندکترین فعالیت فیزیکی. در کمبود منرال بون ویکنس، ضعف استخوان، بون پین، درد استخوان، پولیارترالژیا، درد تمام مفاصل خصوصا در اولد ایج، در مسنا به وجود میاد. در کمبود منرال و ویتامین سکشوال پرابلمز، تکلیف جنسی در نزد آقایان اکثرا موجود می باشه. خب، محل اساسی جذب این منرال و ویتامین ها روده های ماست، خصوصا روده های کوچک، major site for nutrient absorption. این مواد مغذی که توسط روده جذب میشه، ویتامین و منرال بحث امروز ماست. ویتامین ها به دو بخش تقسیم میگردد: واتر سالبل یا ویتامین های منحل در آب و فت سالبل ویتامینز یا ویتامین های منحل در شحم. منرال ها هم عبارت از آهن، زنک، مس یا کاپر، مگنیزیم یا مگنیزیم، سودیم، پوتاسیم، فسفرس، فلوراید، همه از اینا منرال های است که برای فعالیت روزمره بدن، فعالیت روزمره حجرات ما نیاز است. واتر سالبل ویتامینز عبارت از ویتامین های بی کمپلکس و اسکاربیک اسید یا ویتامین سی اس و فت سالبل ویتامینز یا ویتامین های منحل در شحم، ویتامین ای، ای، ویتامین دی و ویتامین K است. خب، خانواده ویتامین بی عبارت از تایمین یا ویتامین بی 1، رایبوفلاوین یا ویتامین بی 2 یا B2، نیاسین، ویتامین بی 3 هم جزء از خانواده بی کمپلکس است. پانتوتیسین یا پانتوتینیک اسید، ویتامین بی 5، پیرودوکسین، ویتامین بی 6، بایوتین، ویتامین بی 7 است و فولیت یا فولیک اسید، ویتامین بی 9 یا ویتامین بی 9 و در آخرم کوبالامین، ویتامین بی 12 هم از خانواده بی کمپلکس است. در صورت اندکترین اختلال در جذب سبب علائم میگرده که همه را برتان یادآور شدم. ببینید، هیچ چیز در طبابت به اندازه این حقیقت جالب نیست که سلامت همه ما و شما ارتباط مستقیم به مو کوچکترین لقمه غذایی دارد که میخوریم. خب، فود یا غذا آمد به داخل دهن، میری و معده و از آنجا خود به سمال انتستاینز یا روده های خرد ما میرسانه. در روده های خرد حجرات مخصوص موجود است، انتروسایتس، که با کمک
سیستم عصبی به نام ENS این مواد جذب میکنه به بلد استریم یا به داخل جریان خون، خصوصا پورتال سرکولیشن. اونا این مواد غذایی را به لیور یا کبد میرسانه و کبد هم ذریعه انفیریر ونکیوا یا ICV مواد به هارت یا قلب ما میرسانه. قلبم پامپینگ تو آل بادی این مواد غذایی، منرال ها و ویتامین ها را به تمام بدن میفرسته و تقسیم میکنه. خب در صورت کمبود منرال ها چی علائم و چی امراض به وجود میه؟ منرال deficiencies. اول آهن Fe. در صورت کمبود آهن IDA Iron Deficiency Anemia کمخونی به وجود میه که خستگی و کسالت و عرق ریزی و ضربان قلب در پی داره. RLS Restless Leg Syndrome یا تقلصات غیر کنترل در پای به وجود میه. مریضای IDA پیلر فتیگ و سپون شیپ نیلز یا ناخونای قاشق مانند و رنگ پریده داره، همیشه خسته هستن. خب کایلونیک یا ای ناخونای قاشق مانند میگه. منرال دوم کلسیم است. در صورت کمبود هایپوکلسیمیا به وجود میاد. اگر خیلی شدید یا زیاد کم شد سبب مرگ حتی میگرده. آستیوپوروسیس یا آستیوپوروسیس، پوکی یا پودگی استخوان در کمبود کلسیم حتمی است، شما با خبر هستین. علائمی که در کمبود کلسیم میبینیم بون پین، درد استخوان، مسل پین، درد عضله، پرستیز یا بی‌حسی و گزگز کردن در نواحی مختلف بدن به وجود میاد. منرال مهم دیگه مگنیزیم است. خب در صورت کمبود ایریدمیاز، عدم تعادل در تقلصات قلب به وجود میاد که یک حالت وخیم است. ترمرز، لرزیدن در قسمت های مختلف وجود، سیزر، حملات مرگی و درد عضلاتی و دردهای تیت در بدن در صورت کمبود در موجودیت عدم موجودیت مگنیزیم به وجود بیان. ببخشید زنک یا ZN در اگر از امو لقمه غذایی کمتر جذب شد یا جذب نشد به نام یک تکلیف جلدی را به نام اکرو درمیتایتس انتروپیتیکا را به وجود میاره. سکین رشز یا عفونت ها و لکه های جلدی نیز در کمبود زنک به وجود میاد. زخم ها زود التیام نمییابد در صورتی که زنک کم باشد. این همه در صورت کمبود منرال ها به وجود میاد. خب ویتامین ها بحث مهم دیگه است. دو نوع ویتامین در مجموع موجود است: ویتامین منحل در آب و ویتامین های منحل در شحم. water soluble vitamins و fat soluble vitamins. خب ویتامین های منحل در آب عبارت از تایمین یا ویتامین B1 است. در صورت کمبود یا در امو لقمه غذایی اگر کم بود یا جذب نشد تکلیف بری را به وجود میاره. ورنیکی کاواسکوف سندروم یک تکلیف دیگه است که سبب عفونت های مغزی و مشکلات روحی و روانی میگردد. در صورت کمبود تایمین به وجود میاد. پریفرال نیوروپاتی، دردهای عضلاتی، دردهای تیت بدن، کنفیوژن، خستگی، کسالت و گنگسیت هم از اینا در تایمین دفیشنسیز به وجود میاد. رایبوفلاوین یا ویتامین B2 اگر کم شوه تکلیف به نام اریبا فلاوینوسیس و استوماتایتس گلوسایتس به وجود میاره که در نتیجه زخم های دهن، زخم ها در کنجای لب به وجود میاره. انگولر چلایتس، مگنیتا تنگ، زبان خیلی کلان و در بعض مواقع فوتوفوبیا، ترس و بیم از شعاع آفتاب بنابر کمبود B2 به وجود میاد. ویتامین B3 یا نیاسین تکلیف به نام پلاگرا دیزیز به وجود میاره. خب در پلاگرا دیزیز، درمیتایتس، دایریا، دمنشا اینا موجود است که در صورت وخامت حتی سبب مرگ هم میگرده. اسهالات با تکالیف جلدی و یاد فراموشی اگر دفعتاً به وجود میاد نیاسین کم شده. ویتامین B6 یا پیرودوکسین اگر کم شد سبب پریفرال نیوروپاتی، سوزش کف پا، گزگز کردن و مایکروسیتیک انیمیا، کمخونی که در آن حجرات خون سایز خود میبازه کمتر میشه. ایریتیبیلیتی، انگزایتی، بیقراری، قهر، غصه، تشویش، استراب
هم از اینا در نتیجه کمبود B6 به وجود میاد. ویتامین B9 یا فولیت یا فولیک اسید اگر کم شد، مگالوبلاستیک انیمیا یک نوع کمخونی را به وجود میاره که در آن حجرات خون کلانتر در میکروسکوپ دیده میشه. در نوزادان نیورال تیوب دفکت یا لپچاک و کامچاک بعض اطفال پیدا میشه. کرونیک فتیگ سندروم یا سندروم خستگی مزمن نزد کسان موجود است که کمبود فولیت داره. همالیسیس خونریزی ها نیز در بعض مریضا دیده شده. کمبود ویتامین B12 یا کوبالامین بیشتر پرنش زنیمیا یک نوع کمخونی دیگه را به وجود میاره و سبب دیجنریتیو نیوروپاتیز یا صدمات بر رگهای عصبی خصوصا به شارگ ما یا سپاینال کارد یا نخای شوکی. خوب در کمبود ویتامین C یا اسکاربیک اسید اسکروی به وجود میاد. خونریزی ها در هنگام برس کردن دندان ها بیشتر دیده میشه. به هر حال میریم به امراض و علائمی که بنابر کمبود ویتامین های منحل در شحم به وجود میاد. خب ویتامین A یا ریتینول از اولین ویتامین منحل در شحم است و تکلیف خیلی مشهور به نام نایت بلندنس یا شبکوری را به وجود میاره اگر کم شود. زیروفتلمیا خشکی چشم، کراتومالیشیا یا خطکای زرد در قسمت سفیدی چشم اینا به وجود میاد. بایتارت سپورتس خالهای سیاه در سفیدی چشم دیده میشه. هم از اینا در صورتی که ویتامین A کم شوه نزد همه ما شما به وجود میاد. خشکی چشم، دردهای چشم، سوزش های چشم کمبود ریتینول است. ویتامین D یا کلسیفرول ویتامین خیلی مشهور است که اگر کم شوه نزد اطفال ریکتس و نزد آقایان آستیومالیشیا را به وجود میاره. اینا تکالیف امراض استخوانی است که در نتیجه بون پین، درد استخوان، یک قسم چاک بودن دو تا پای، درد عضلات و درد تمام وجود در نتیجه کمبود ویتامین D به وجود میاد. از این که برجذب کلسیم خیلی مهم است، اگر کم شود کلسیم هم کم، هایپوکلسیمیا و تتنی به وجود میاد. ویتامین E ویتامین مهم دیگه است که در صورت کم بودن یا کم جذب شدن پریفرال نیوروپاتی و همولیتیک انیمیا، کمخونی و دردهای تیت عضلات، loss of vibration sense یا عدم تفکیک لرزه ها، خونریزی ها، همچنان هیر فال، ریزش موی، درد عضلاتی، ارتگز یا عدم تعادل در راهروی، هم از اینا بنابر کمبود ویتامین E به وجود میاد. ویتامین K ویتامین آخری این صنف است که در صورت کمبود کوآگولوپاتی، هموراژز، عدم تعادل در جریان خون به وجود میاد. خونریزی ها صورت میگیره، خصوصا خونریزی های تحت جلدی. ممنون، امیدوارم مفید ثابت شده باشد. تشکر.